حضرت دوک محترم، شیشه های شما رو هم خوب نمناک میکنیم، بعد هم پاک میکنیم. مثل ما نیست هیچ کس، نمیافتیم از نفس، من و زرافه و پدی. زرافه گفت شما از ما خواسته بودید به دیدنتون بیایم. سرانجام کم کم حقیقت بر دوک روشن شد. او گیلاسی در دهان گذاشت و آروم آروم اونو جوید. بعد هستش رو تف کرد و گفت از روش گیلاس چیدنتون خیلی خوشم اومد. میتونید پاییز که شد سیبام هم بچینی؟ همگی فریاد زدیم بله میتونیم البته که میتونیم. دوک عصاشو به سمت من نشونه گرفت و گفت و تو کیستی پسر جان؟ زرافه گفت اون مدیر برنامه‌های ماست، اسمش بیلیه، ما بدون اون هیچ جا نمیریم. دوک زیر لب گفت بسیار خوب، دنبالم بیاین تا ببینم در شیشه پاک کردن چقدر مهارت دارین. من از منقار پلیکان بیرون اومدم و دوک با مهربونی دست منو در دست گرفت و همگی با هم به طرف خونه به راه افتادیم. وقتی به اونجا رسیدیم دوک گفت چطوری میخواین شیشه ها رو پاک کنین؟ زرافه در جواب گفت خیلی ساده است عالی جناب، من نردبون هستم، پلی سطل آب و میمون شیشه پاک کنه، حالا نگاه کنین که چی میکنیم. با این حرف گروه معروف شیشه پاک کنی به سرعت دست به کار شدن. میمون از پشت گردن زرافه پایین پرید و شیر آب باغ رو باز کرد. پلیکان منقار بزرگش رو زیر شیر آب گرفت تا پر شد. بعد میمون با یه خیز بار دیگه پشت گردن زرافه پرید. اون چنان با آسانی 4 دست و پا از گردن زرافه بالا رفت که انگار از درخت بالا میره. اون خودش رو به فرق سر زرافه برسوند و در حالی که تعادلش رو حفظ میکرد همونجا ایستاد. پلیکان روی زمین کنار ما ایستاد و مشغول تماشای زرافه شد. زرافه رو به پایین فریاد زد اول از بالاترین طبقه شروع میکنیم، لطفا آبو بیار. دوک فریاد زد خودتون رو معطل اون 2 طبقه آخر نکنید، چون به هر حال دستتون به اونجا نمیرسه. زرافه در جواب گفت کی میگه که دست ما به اونجا نمیرسه؟ دوک با لحن جدی گفت من میگم و اجازه نمیدم هیچ کدومتون خطر کنین و گردنهای مسخرتون رو بشکنین. اگه دلتون میخواد با زرافه دوست باشین هرگز در مورد گردنش چیز بدی نگین، گردنش غرورآمیزترین چیزی که داره. زرافه با عصبانیت گفت مگه گردنم چشه؟ دوک فریاد زد با من بحث نکن موجود ابله، وقتی میگم دستتون نمیرسه یعنی دستتون نمیرسه، بحثم نداره، حالا برین سر کارتون. زرافه با لبخندی که کمی از سر غرور بود به دوک گفت عالی جناب، در دنیا پنجره وجود نداره که با این گردن جادوییم نتونم به اون برسم. میمون که به شکل خطرناکی روی سر زرافه ورج و وروج میکرد فریاد زد نشونش بده زرافه، نشونش بده که با این گردن جادویی چه کارا که نمی کنی. لحظه بعد گردن زرافه که قبلا هم به قدر کافی دراز بود کم کم شروع کرد به دراز شدن و دراز و درازتر و درازتر و درازتر شد و بالاتر و بالاتر و بالاتر رفت تا اینکه بالاخره سر زرافه که میمون روی اون نشسته بود به پنجره‌های طبقه آخر رسید. زرافه از اون بالا به دوک گفت حالا نظرتون چیه؟ زبون دوک بند اومد، همینطورم زبون من. این جادویی ترین چیزی بود که به عمرم دیده بودم، حتی جادویی تر از منقار ثبت شده پلیکان. بالای سر ما زرافه کم کم آواز کوتاهی سر داد، اما چنان آروم میخوند که من به زحمت میتونستم صداشو بشنوم. فکر میکنم چیزی شبیه این بود گردن من بالا میره تا اونجا که میره عقاب، میدونی که تا کجا میره؟ حتی ندیدی تو بخواب. پلیکان با اون منقار بزرگ و پر از آبش پرواز کرد و روی لبه یکی از پنجره‌های طبقه بالا نزدیک میمون نشست. تازه داشت کار بزرگ شیشه پاک کنی شروع می‌شد. گروه با سرعت حیرت انگیزی کار می‌کرد. به محض اینکه یکی از پنجره‌ها تمام شد، صرافه میمون رو کنار پنجره بعدی می‌برد و پلیکان هم دنبالش می‌رفت. وقتی تمام پنجره‌های طبقه 4 در اون قسمت خونه به پایان رسید، صرافه گردن جادوییشو پایین کشید تا اینکه میمون به پنجره‌های طبقه 3 رسید. دوباره کارو از سر گرفتن. دوک گفت حیرت انگیزه، فوق‌العاده است، استثنائیه، باور نکردنیه. مدت 40 ساله که نتونستم از پنجره‌های طبقه بالا بیرون رو تماشا کنم. حالا دیگه میتونم توی خونه بشینم و از منظره بیرون لذت ببرم. ناگهان متوجه شدم که هر 3 شیشه پاکن بی حرکت موندن، انگار مقابل دیوار خونه خشکشون زده بود. هیچ کدومشون تکون نمیخوردن. دوک از من پرسید چشون شده، اتفاق افتاده؟ در جواب گفتم نمیدونم.
سپس زرافه که میمون روی سرش نشسته بود با نوک پا آهسته از خونه دور شد و به طرف ما اومد. پلیکان با اونا پرواز کرد. زرافه دهنش رو نزدیک دوک آورد و آهسته گفت عالی جناب، یک نفر توی یکی از اون اتاقهای طبقه سومه. اون تمام کشوها رو بیرون کشیده و همه چی رو بیرون ریخته. یه هفتیرم تو دستشه. دوک یک متر به هوا پرید و فریاد زد کدوم اتاق؟ زود نشونم بده. زرافه آهسته گفت همون اتاق طبقه سوم که پنجره‌اش بازه. دوک گفت ای وای، اونجا اتاق خواب همسرم دوشیزه. سارق دنبال جواهرات میگرده. پلیس رو خبر کنین، ارتش رو حصار کنین، توپ بیارین، یه گروهان سرباز بیارین. اون همچنان حرف زد که پلیکان به پرواز در اومد. وقتی به هوا رفت خودش رو سر و ته کرد و آبی رو که به اون شیشه ها رو پاک میکردن بیرون ریخت. بعد دیدم که نیمه بالایی اون منقار ثبت شده حیرت انگیز از سرش بیرون اومد و آماده کار شد. دوک فریاد زد اون پرنده ابله خیال داره چیکار کنه؟ میمون گفت صبر کن و ببین، صدات در نیاد پیرمرد، زبون بده هم بگیر، دندون رو چیگم بذار، ببین که پلی میخواد چیکار کنه. پلیکان مثل گلوله پرواز کرد و از میان پنجره‌های باز رد شد و 5 ثانیه بعد دوباره با اون منقار نارنجی و بزرگش که محکم بسته بودش بیرون اومد. اون روی چمن کنار دوک به زمین نشست. از توی منقار پلیکان سر و صدای مشکوبیدن وحشتناکی به گوش میرسید. صداش طوری بود که انگار یکی توی منقار پتک میکوبید. میمون فریاد کشید گرفتش، پلیکان دوست تو منقارش حبس کرده. دوک که از هیجان بالا و پایین میپرید فریاد زد آفرین آقا، و ناگهان دسته عصاشو به طرف بالا کشید و از توی عصا شمشیر نازک و بلند و تیز و براقی بیرون آورد و شمشیرش رو مثل یک شمشیر باز در هوا تکون داد و گفت البته الان خدمتش میرسم. دهنتو باز کن پلیکان، بذار ببینمش، بذار قبل اینکه این آدم رز بفهمه چی شده خدمتش برسم، خرخرش جلوی سگای شکاری میندازم. اما پلیکان منقارش رو باز نکرد. اونو محکم بسته نگاه داشت و با حرکت سرش گفت نه. زرافه فریاد زد سارق مسلح عالی جناب، اگه پلی منقارش رو باز کنه اون به طرف ما شلیک میکنه. دوک نعره کشید حتی اگه مسلسل هم داشته باشه اهمیتی نداره، خودم ترتیب این مرتیکه رو میدم. دهنتو باز کن آقا، باز کن. سیبیلای پرپشتش مثل چوب جارو سیخ شد. ناگهان صدای بنگ کرکننده به گوش رسید و پلیکان حدود 2 متر به هوا پرید. دوک هم همین. دوک فریاد زد مواظب باش و به سرعت 10 قدم به عقب برداشت و گفت او سعی میکنه با شلیک گلوله راه به بیرون باز کنه و شمشیرش رو به طرف پلیکان نشون رفت و فریاد زد منقارتو باز نکن آقا، نظر بیاد بیرون، همه ما رو میکشه. زرافه گفت پلیکان حسابی تکونش بده، استخوناشو بلرزون، درسی بهش بده که هرگز فراموش نکنه. پلیکان سرشو چنان به سرعت به این سو اون سو تکون میداد که منقارش دیگه درست دیده نمیشد. حتما بعدی که اون تو بود حس میکرد که انگار با همزن مثل تخم مرغ میزننش. زرافه فریاد زد آفرین، کارت فوق‌العاده است، همینطور تکونش بده تا دیگه نتونه شلیک کنه. همون موقع خانومی با موهای سرخ آتشی از خونه بیرون پرید و فریاد زد بردن جواهراتمو، بردن نیمتاج الماسم، گردنبند الماسم، دستبندای الماسم، گوشواره‌های الماسم، انگشترهای الماسم، همه رو بردن، اتاقمو غارت کردن. و بعد اون زن سنگین وزن که حدود 40-50 سال پیش خواننده معروف اپرا بود ناگهان زیر آواز زد الماسام، آه آری افسوس، رفتن اینکان سوی اقیانوس، آری رو بودن از اتاقم دزدان، الماس هایم را به من برگردان. ما چنان از قدرت حنجره اون خانم غافلگیر شدیم که همه به جز پلیکان که نبایستی منقارش رو باز میکرد با او پیوستیم و زدیم زیر آواز برگردون الماسامو به من برگردون الماسامو به من برگردون. تو گفت آرامش تو حس کن هنریتا. بعد به پلیکان اشاره کرد و گفت این پرنده باهوش، این موجود دزدگیر ماهر نذاشت خونه خراب شیم، دزد توی منقارشه. دوشیز به پلیکان خیره شد، پلیکان هم به دوشیز خیره شد و چشمکی زد. دوشیز فریاد زد اگه دزد اونجاست پس چرا بیرونش نمیاری؟ میتونی با اون شمشیر معروفت خدمتش برسی. من الماسامو میخوام، منقارتو باز کن پرنده. دوک فریاد زد نه مسلحه و همگی ما رو میکشه. کسی حتما پلیس رو خبر کرده بود، زیرا ناگهان دستگم 4 ماشین پلیس آژیرکشنا به طرف ما اومد.
در عرض چند ثانیه 6 پلیس ما رو محاصره کردن و دوک با فریاد به اونا گفت مجرمی که دنبالش می‌کردین تو منقار اون پرنده است. گوش به زنگ باشین و یقشو بگیرید. و به پلیکان گفت آماده باش تا منقارتو باز کنی. حاضر، آماده، حالا باز کن. پلیکان منقار غولاساش رو باز کرد و پلیسا بی معطلی ریختن سر دوست که توی منقار بوس کرده بود. هفتیرش رو گرفتن و اونو بیرون کشیدن و به دستاش دستبند زدن. رئیس پلیس گفت ای وای، این که خود کبراست. همه پرسیدن کی؟ چی؟ کبرا دیگه کیه؟ رئیس پلیس گفت کبرا زیرکترین و خطرناکترین دزد خانه ها در تمام دنیا. حتما از ناودون خونه بالا رفته. کبرا میتونه از همه چی بالا بره. دوشس فریاد زد الماسام، من الماسامو میخوام. الماسام کجاست؟ رئیس پلیس مشتی جواهر از جیبای دوست بیرون آورد و گفت بفرمایید اینجاست. دوشس چنان خیالش راحت شد که از حال رفت و روی زمین. وقتی پلیس دزد ترسناک مشهور به کبرا رو از اونجا برد و مستخدمان نیست دوشس از حال رفته رو توی خونه بردن، من، دوک پیر، زرافه، پلیکان و میمون روی چمن ایستادیم. میمون فریاد زد نگاه کنین، گلوله آن دزد لعنتی منقار پلی بیچاره رو سوراخ کرده. پلیکان گفت کارمون در اومد. حالا وقتی میخوایم شیشه تمیز کنیم دیگه به درد آب پر کردن نمیخوره. دوک منقار رو نوازش کرد و گفت نگران این موضوع نباش پلی عزیزم. رانندم درست همونطور که پنجره لاستیکای رولز رویس منو میگیره پنجره منقارت هم میگیره. حالا کارهای مهمتر از این داریم که درباره سوراخ کوچیک منقار تو با هم حرف بزنیم. اونجا ایستادیم و منتظر شدیم تا ببینیم دوک درباره چی میخواد با ما حرف بزنه. دوک گفت حالا همگی به من گوش بدین. اون الماسا چندین میلیون ارزش دارن، میلیون ها میلیون، و شما اونا رو نجات دادین و نذاشتین به سرقت برن. میمون به تایید سر تکون داد. زرافه لبخند زد. پلیکان از خجالت سرخ شد. دوک ادامه داد هیچ جایزه ارزش شما رو نداره. پس میخوام پیشنهادی به شما بدم که امیدوارم خوشحالتون کنه. همینجا از زرافه، پلیکان و میمون دعوت میکنم که بقیه سالای عمرشون رو تا املاک من زندگی کنن. من بهترین و بزرگترین انبار علوفه رو به شما میدم توش زندگی کنین. بخاری، حموم، آشپزخونه و هر وسیله‌ای که دیگه که باعث راحتیتون باشه براتون فراهم میکنم. دعوت شما هم پنجره‌های خونه منو تمیز کنین، گیلاسا سیبای باغمو بچینین. اگه پلیکان مخالفتی نداشته باشه گاهی منم تو منقارش سوار کنه و به گردش ببره. پلیکان فریاد زد باعث افتخار منه عالی جناب. الان دلتون میخواد سوار شین؟ دوک گفت بعد از صرف چای. در این موقع زرافه با نارومی سرفه کوتاهی کرد و سرش رو به آسمون گرفت. دوک پرسید مشکلی پیش اومده؟ اگه مشکلی هست لطفاً بگو. زرافه آهسته گفت دلم نمیخواد فکر کنین که نمک نشناس یا بی‌ادبم، اما ما یه مشکل بسیار اساسی داریم. همگی داریم از گرسنگی تلف میشیم. روزاست که چیزی نخوردیم. دوک فریاد زد زرافه عزیز چقدر بی‌فکرم. این دور اطراف از نظر غذا هیچ مشکلی وجود نداره. زرافه گفت متاسفانه موضوع سادگی نیست. توجه کنین از غذا من خودم. دوک فریاد زد نمیخواد به من بگی، خودم میدونم. من در زمینه حیوانات آفریقایی یک کارشناسم. همون لحظه که دیدمت فهمیدم یه زرافه معمولی نیستی. تو از نوع زرافه های گل‌عطری هستی. درست میگم؟ زرافه گفت دقیقاً درست میگی عالی جناب. اما مشکلی که ما زرافه‌های گل‌عطری داریم اینه که فقط. دوک فریاد زد اونم مجبور نیستی به من بگی. خودم خوب میدونم که زرافه گل عطری فقط یه نوع غذا میخوره. غذای تو گلای صورتی و بنفش درخت جیرینگ جیرینگه. درسته؟ زرافه آهی کشید و گفت بله، و دقیقاً از وقتی پامو به این خاک این کشور گذاشتم مشکل اصلیم همین بوده. تو گفت در اینجا یعنی همین ملک این مشکل بزرگی نیست. اون طرفو نگاه کن زرافه عزیز. در سرتاسر کشور تنها باغ درختای جیرینگ جیرینگ رو اونجا خواهید دید. زرافه نگاه کرد و از تعجب آهی کشید. ابتدا چنان جا خورده بود که قدرت حرف زدن نداشت. اشک شادی از گونه‌هاش سرازیر شد. دوک گفت بفرم نوش جان کن، هر قدر دلت میخواد بخور. زرافه آهی کشید و گفت به ارواح مقدس قسم، به گردن اوریانم قسم، چیزی که میبینم باور نمیکنم. لحظه بعد اون با سرعت تمام عرض چمن را 4 نعل دوید و از هیجان شیهه‌ای کشید و آخرین باری بود که او رو دیدیم. داشت سرش رو تو میان گلای صورتی و بنفش فرو میکرد که روی نوک درختان دور و برش شکفته بود.
دوک ادامه داد و اما میریم سراغ میمون. فکر کنم از پیشنهادی که میخوام بهش بکنم خیلی خوشحال بشه. سر تا سر املاک من پر از هزاران درخت پولاسای میوه‌های مغزدار. میمون فریاد زد میوه‌های مغزدار؟ چه نوع میوه‌های مغزداری؟ دوک گفت خب معلومه، گردو. میمون جیغ کشید گردو؟ البته منظورتون گردو که نیست. یعنی خود گردو که نیست. داری سر به سرم میگذاری. شوخی میکنی. جدی که نمیگین. حتما اشتباه شنیدم. دوک با دست اشاره کرد و گفت درست آن طرف یک درخت گردوه. میمون مثل تیری که از کمان رها شده باشه دوید. چند ثانیه بعد اون میون شاخه‌های بالایی درخت گردو بود و گردوها رو میشکست و مغزش رو میبلید. دوک گفت حالا میمونه پلی. پلیکان با حالت عصبی گفت بله، اما متاسفانه باید عرض کنم غذای من روی درخت رشد نمیکنه. من فقط ماهی میخورم. تو این فکرم که اگه باعث درد سرتون نمیشه خواهش کنم هر روز ماهی روغن به من بدین. دوک فریاد ماهی روغن؟ کلمات رو چنان از دهنش بیرون میریخت که انگار دهنش رو بدمزه میکنه. پلی عزیزم یه نگاهی به اون طرف به سمت جنوب بنداز. پلیکان به اون سمت املاک وسیع نگاه کرد و در دوردست چشش به رودخونه بزرگی افتاد. دوک گفت اونجا رودخونه همبه و بهترین ماهی‌های آزاد سراسر اروپا داره. پلیکان چیخ کشید ماهی آزاد؟ البته ماهی آزاد که نه. واقعا منظورتون خود ماهی آزاده؟ دوک گفت رودخونه پر از ماهی آزاده و من به تو مدیونم. بفرما نوش جان کن. قبل اینکه حرف دوک تمام شه پلیکان به پرواز در اومد. وقتی او با سرعت تمام به طرف رودخونه پرواز میکرد من و دوک اونو تماشا کردیم. دیدیم که او روی رودخونه چرخی زد، بعد شیرجه زد و رفت از نظر ناپدید شد. چند لحظه بعد با یک ماهی غول‌پیکر در منقارش دوباره در هوا بود. من و دوک روی چمن‌های کنار عمارت تنها ایستادیم. اون گفت خب بیلی، خوشحالم که همگی شادن، اما پسرم تو چی؟ داشتم فکر میکردم که شاید اتفاقا برای خودت آرزوی کوچیکی داشته باشی. اگه آرزویی داری از صمیم قلب خوشحال میشم که به من بگی. ناگهان هر دو تا انگشت شست پاهام مورمور شد. احساس میکردم انگار هر لحظه ممکنه برام اتفاق فوق‌العاده‌ای بیفته. با دستپاچگی گفتم بله، اتفاقا یه آرزوی کوچیک دارم. دوک با صدای محبت آمیزی گفت خب چه آرزویی؟ گفتم نزدیک جایی که زندگی میکنم ساختمونی چوبی و قدیمیه که سالها پیش قنادی بوده. همیشه آرزو میکردم که کاش روزی کسی پیدا میشد و این محل دوباره شیرینی فروشی عالی میکرد. دوک فریاد زد کسی؟ منظورت از کسی چیه؟ من و تو این کارو میکنیم. من و تو با همین کارو میکنیم. ما اونجا را به یکی از عالی ترین شیرینی فروشی های دنیا تبدیل میکنیم و تو به سرم مالک آنجا خواهی بود. هر وقت که دوک پیر به هیجان می اومد سیبیل پرپشتش سیخ سیخ می شد و تکون می خورد. در اون لحظه هم اونقدر سیبیلاش بالا پای می پرید که انگار روی صورتش سنجاب نشسته بود. اون عصاش رو تو هوا تکون داد و گفت به خدا قسم پسر جان، همین امروز اون محل می خرم و بعد بلافاصله من و تو دست به کار میشیم و همه چی رو آماده می کنیم. فقط صبر کن و ببین که از این مغازه قنادی جنابعالی چه شیرینی فروشی عالی درست میکنه. بعد از اون همه چی چنان به سرعت رخ داد که حیرت کردم. در مورد خرید خونه هیچ مشکلی وجود نداشت، چون صرافه و پدی و میمون مالک خونه بودن و اصرار داشتن که خونه رو مجانی بدن. بعد پیمانکارهای ساختمانی و نجارا به اونجا اومدن و داخل خونه رو بازسازی کردن و همه چی رو از نو ساختن، طوری که خونه 3 طبقه شد. در تمام طبقات چندین ردیف قفسه بلند کار گذاشتن و نردبونایی درست کردن که تا ردیف‌های بالایی میرسید. سبدایی هم برای خرید و حمل کالا تهیه کردن. بعد همه قفسه ها رو با انواع و اقسام شیرینی، شکلات، تافی، آب نبات و نقاب پر کردیم. اونا رو با هواپیما از تمام کشورهای جهان به اونجا می آوردن. عجیب ترین و شگفت آورترین چیزایی رو که حتی تصورش هم نمیتونیم بکنیم، آدامس‌های بادکنک و شکلات‌های صدفی فشفشی از کشور چین، آب نبات‌های کفکن و شکلات‌های جلس و ولسکن از آفریقا، شکلات‌های قلقلک دهنده شکم و دهان گولزن از جزایر فیجی، بات لبلیسک و شیرینی‌های راحت الحلقوم از کشور خورشید نیمه شب. در مدت 2 هفته سیلی از جعبه ها و کیسه ها از راه رسید. دیگه نمیتونستم اسم همه کشورهایی که شیرینی ها از اونجا وارد میکردیم به خاطر بسپارم. اما به جان خودتون قسم که هر بسته تازه‌ای که از راه میرسید به دقت اون رو امتحان میکردم. مخصوصا اون شکلات های مغزدار غول‌پیکری رو که از استرالیا رسیده بود خوب به یاد دارم.
زرافه نگاه کرد و از تعجب آهی کشید. ابتدا چنان جا خورده بود که قدرت حرف زدن نداشت. اشک شادی از گونه‌هاش سرازیر شد. هر کدومشون یه توت فرنگی درشت و رسیده در میانشون بود. آب نبات برقی هم بود که تا یه دونه در دهان می‌ذاشتی موهای سرت سیخ می‌شد و راست می‌ایستاد. آدامس صدا صافکن، آدامس بادکنکی آبی، شربت هورتورتی زبان کچکن و خیلی چیزای خوشمزه دیگه هم بود که از کارخونه معروف وانکا می اومد. مثلا قرص رنگین کمان ویلی وانکا که اگر اونو بمکید و بعد تف کنید تفتون 7 رنگ میشه. با آدامس فک چسبون مخصوص پدر مادرای پرحرف یا آب نبات نعنایی که دندونای پسر همسایه رو تا یه ماه سبز میکنند. در روز افتتاحیه به مشتریانم اجازه دادم که مجانی از خودشون پذیرایی کنن. مغازه چنان پر از بچه شد که به سختی میشد تکون خورد. دوربینای تلویزیونی و خبرنگاران روزنامه ها هم اونجا بودن. دوک پیر و دوستانم، زرافه و پلیکان و میمون بیرون مغازه نشسته بودن و این صحنه شگفت انگیز رو تماشا میکردن. از مغازه بیرون اومدم تا چند لحظه کنارشون بمونم و به هر کدام کیسه آب نبات مخصوص هدیه بدم. چون هوا کمی سرد بود برای دوک آب نبات ریز و سرخ انرژیزا بردم که از ایسلند برام رسیده بود. روی برچسب اون نوشته شده بود هر کس اونو بمکه مثل نان برشته داغ میشه، به طوری که حتی اگه لخت و اور در وسط زمستون تو قطب شمالم بیستی گرمش میشه. به محض اینکه دوک یکی از اون آب نباتا رو تو دهنش گذاشت چنان دود غلیظ و شدیدی از سوراخ‌های بینی پیرمرد بیرون زد که فکر کردم چیزی نمونده سیبیلاش آتیش بگیره. او جستی زد و فریاد کشید عالیه، عجب چیز فوق‌العاده‌ایه، یکی از این جوارم با خودم به خونه میبرم. برای زرافه آب نبات مخصوص و خوشمزه‌ای بردم که در محلی حوالی مکه درست شده بود و وقتی اونو گاز میزدی شیره های معطر عربی بیرون میزد و یکی پس از دیگری یه راست از گلو پایین میرفت. همین که آبشاری از شیره های معطر از گلوی بسیار بلندش پایین ریخت فریاد زد فوق‌العاده است، حتی از گلای صورتی و بنفش و مورد علاقه منم خوشمزه تره. برای پلیکان یک کیسه بزرگ از آب نباتی به نام پیشلت بردم. همونطور که احتمالاً میدونید پیشلت مخصوص بچه‌هایی که وقتی تو خیابون راه میرن دلشون میخواد سوت بزنن اما نمیتونن. این آب نباتات تاثیر حیرت انگیز رو پلیکان داشت، چون وقتی یکی از اونها رو تو منقارش گذاشت و مدتی اون رو جوید ناگهان مثل بلبل شروع کرد به چهچه زدن. این موضوع خیلی اونها هیجان زده کرد، چون پلیکان‌ها پرنده‌های آوازخون نیستن. تا اون موقع دیده نشده بود که پلیکانی مثل بلبل چهچه بزنه. برای میمون یک کیسه از آب نبات معروف به نام عصاره شیطان بردم. از همون آب نبات‌های سیاه و آتشین که فروشون به بچه‌های زیر 4 سال ممنوعه. وقتی یکی از این آب نبات‌ها رو بمکید میتونید نفستون رو شعله ور کنید و ستون عظیمی از آتش به بلندی 7 متر به هوا بفرستید. دوک شعله کبریت رو نزدیک نفس میمون نگه داشت و فریاد زد فوت کن میمون، فوت کن. شعله های نارنجی تا سقف مغازه شیرینی فروشی بالا رفت. حیرت انگیز بود. گفتم حالا باید از پیش شما برم، باید برم و به مشتری های مغازه‌ام برسم. زرافه گفت ما هم باید بریم، 100 تا شیشه مونده که باید تا پیش از تاریکی تمیزشون کنیم. ابتدا از دوک خداحافظی کردم و سپس از 3 دوست دیگم که در واقع از بهترین دوستان بودن. ناگهان همه ما بسیار ساکت و غمگین شدیم. میمون که چیزی نمونده بود زیر گریه بزنه برای خداحافظی آواز کوتاهی برام خواند. پر شد از اشک چشم ما چون که از هم میشیم جدا. دوستی یادگار ماست، یادگاری که آشناست. وقت کردی تو هم بیا، بازم پیش ما ستا. من و زرافه و پلی ما همینجا تو این کتاب. به سلامت میدیم جواب. تو فقط توی صفحه ها که نگاهی بکن به ما. این کتابی بی انتهاست که پر از خاطرات ماست. من و زرافه و پلی.